نسمو متوحدين، نسمو. برادران و خواران عزیز، اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من معذرت خواهی میکنم که سبحان الله به اون درسایی که باید ادامه بدهیم و بعضش رو شروع بکنیم که تقریبا 2 هفته 3 هفته است که غیر از نمین درس اربعون النووی دیگر درس نکرده شدم. سببش همین است که من یک مرتبه به برادر و خواهرها گفته بودم که این دعوت هم یک کار علمی شب و روز مشغولیت است. دعوت هم یک کار است که تا خواب رفتن مشغول می شوید، از خواب بیدار شدن ها با مشغول می شوید. بعض شبها یا بسیاری شبها قریب خواب هم نمیکنید، از سبب مطالعه، از سبب نوشتن کتاب ها، از سبب بحث و مناظره ها، از سبب درس ها و یعنی مشغولیت دعوت الحمدلله به فضل و کرم الله سبحانه و تعالی خیلی مشغولیتی یک الحمدلله سنگین است، زیاد است. و سبب این است که ما هم به دعوت جدی معامله میکنیم، به درس هایی که میکنیم جدی سریوز معامله میکنیم. این خیلی نیست که به مانند بعضی ها چی بودن معلوم نیست، اهل بدعت می برایند یک غلاغله میکنند و بدون یک حجت، بدون یک دلیل، بدون یک تحقیق صحبت میکنند و میروند. ما این چنین نمیکنیم. هر یک طالب علم الحمدلله به تحقیق و به گفتگو و به این مشغول است. و چخیلی که از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که میگویند آموزنده علم و آموزاننده علم اگر در همین آموختن علم یا آموزانیدن علم در بینش بعضی وقت ترفیه یک دم بگیرد، راحت بکند، قسط من الراحه، یک نصیب از راحت دمگیری را بگیرد، این گفتن بهترین کار است. و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه انا همچنین عمل را میکردن، صحابه جلیل. و ما هم از همون وقتی که هم دعوت و تعلیم و این و آن شروع شد، تقریبا سالهای 2001 اینا هم میخوندیم و هم به چیزی که میدونستیم از تلاوت قرآن، تجوید این و آن تعلیم میدادیم. بالاخره از همون وقت تا به این حال هر سال در تابستانی انا همون سال 1 ماه 2 ماه در بعضی حالت کاملا یعنی از سوال و جواب ها قریب که دور و یک با اهل خانواده دم می گرفتیم، یک قسمی از راحت رو می گرفتیم. اگر 10 ماه به آموزش علم، به درس دادن و مثلا به تعلیم مشغول باشد، 1 ماه 2 ماه کمی راحت میکنید. این جسم خودش انا همین رو می طلبد و این روح انا همین رو می طلبد. بنده انسانی هست که خسته می شود و انسانی هست که بارک الله فیکم احتیاجمند به این یک روش خسته بیرون کنی و روش یک راحت این ضرور است، بدون این چیزی نیست. بالاخره بارک الله فیکم امسال تابستان الحمدلله خیلی تابستان پرمیوه بود، تابستان با ثمره بود. ما یک جماعت بزرگ جهمی ها، جماعتی که اینها برادران یهود و نصارا و مشرکین هستند، و این جهمی های زمانه کسانی که یهود و نصارا را مسلمان گفتنش را باقی ندارد بارک الله فیکم اونها را مسلمان لغوی میگویند و مسلمان مجازی، مسلمان بدون قرینه، مسلمان با قرینه، مسلمان غیر حقیقی. یعنی
ده ها نام مسلمانی را به یهود و نصارا گذاشتند. الحمدلله رب العالمین که در این تابستان این خوبسا را، البته چهره واقعشون را به فضل و کرم الله سبحانه و تعالی بیان نمودیم و چقدر از طالب العلمان و مشایخ اهل سنت و الجماعت هستند که از شیخ عزیز برادرمان محقق از ایران، شیخ ابو حلیمه، شیخ ابو عبدالرحمن، شیخ حنیف، شیخ ابو عمر الفارسی تاجیکی و شیخ بارک الله فیکم دیگر از طالب العلمان به مانند ابو اسماء، ابو اسحاق و دیگر برادرهای زیادی هستند که الحمدلله در رد این بدعت یک چند ماه هست که مشغول بودند و در این مدت یک چند رساله ها هم نوشته شد و بسیار مطالعه ها هم کرده شد و تا به حال الحمدلله طالب علمان اهل سنت و الجماعت مشغول هستند. الله سبحانه و تعالی همه طالب علمان اهل سنت را حفظ بکند. کسانی که نصرت میدهند دین الله را، الله آنها را نصرت بدهد. کسانی که حق را ظاهر میکند، الله سبحانه و تعالی آنها را نصرت بدهد و توفیق ان شاء الله با توحید زندگی کردن و با توحید وفات کردن را نصیب بکند. این از فضل و کرم الله بود. از همین جهت بنده بعد از اینکه تقریبا 2 هفته پیش انا همون سیستم کمی راحت گرفتن به وجود آمد که البته با سرشوی تیر ماه هم هست، کمی بنده خستگی، تغییرات باد هوا و این آبی بینی، تماب و گریپ و لیکن بالاخره الحمدلله صحت سلامتیمون آهسته خوب شد و همون روزی که خودمون را باز آماده و افضل و بهتر حس کردیم، برنامه ها را باز ادامه میدیم. روزی معین را البته که ذکر نمیکنیم. سبب این است که چندین مراتب ما گفتیم که از این هفته شروع میکنیم لیکن نتوانستیم که شروع بکنیم. یک کمی باید شوق و ذوق دعوت از سبب ان همون راحت شوق و ذوق دعوت در قلب انسان باید بجوشد. یعنی خواهم نخواهم به علم داخل شدن این درست نیست. خواهم نخواهم به علم داخل شدن این درست نیست. انسان باید بچنان شوق و ذوق به آموختن علم و آموزانیدن علم داخل شود که یک مسئله، یک نازکترین مسئله از مد نظر گذاشته نشود. او درس هایی که ما به شما تا امروز کردیم و میکنیم در آینده همیشه در اساس الحمدلله اخلاص، در اساس منهج، در اساس یک شوق و ذوقی است که به توفیق الله سبحانه و تعالی به ما داده است. شوق و ذوقی که هر یک حرفی مثلا کتاب خوانده من را میخواهیم به شما بیان بکنیم، هر یک کلمه را میخواهیم بیان بکنیم. این در اساس چی است؟ انا همون شوق و ذوق است. و کم انسان که راحت کرد این شوق و ذوق زیادتر شد، باز انا همچنین. اما اگر در حالت خستگی انسان در مسائل علمی، مسائل های نازک علمی داخل شود، حق مسئله را داده نمیتواند. یعنی کمی خنک نظری میکند. از سبب خستگی خنک نظری به یک مثلا نقطه میکند، نقطه ای که نباید خنک نظری کرده شود. بعضی نقطه های هست که بسیار طالب علم ها، علما در بالایش اهمیت نداده، تمرکز نکرده گذشته میروند، در حالتی که انا همون نقطه اگرچه کوچک می نماید یکی از بزرگترین نقطه به مثلا همون قوم است. و به قوم ما این ملت فارس همه نقطه ها ضرورترین نقطه هستند. از جانب این ملت فارسی مظلوم را رافضه گرفته و غصب کرده و در بین این ملت فارسی در بین این ملت چرا جاهلیت را منتشر کرده، شبهات را منتشر کرده، افسانه ها را منتشر کرده. از جانب دیگر اشاعره و ماتریدی، این دو فرقه جهمی، این دو فرقه که الله رب العالمین را نشناختند و بزرگیش را و قدرتش را انکار کردند، اینها گرفته و غصب کرده و مردم را از حق دور میکنند. دروغ، اباطیل و عقیده های باطل و افسانه‌ای ساخته شده را در بین این مردم منتشر میکنند. در حق الله اینها افسانه بافتند، در حق رسول الله اینها افسانه بافتند، صفاتهای الله را انکار کردند. در حق الله چنان سخنهای را میکنند که والعیاذ بالله این حتی طاقت شنیدن یک موحد نیست.
افسانه هم سبحان الله اینها از افسانه هم گذشتند، در حق الله به احترامی میکنند، حق الله را به جا نمیارند، شبهات و این افسانه های خود را در بالای قسم زیاد از این مردم فارس منتشر کردند. از جانب دیگر در بالای این مردم فارس اعتقادی آتش پرستی دارد منتشر می شود. شما هرگز به این چیز به اهمیتی نکنید و مبارزه خود را در بالای این آتش پرستان که صحابگان علیهم السلام مبارزه بردند، مبارزه خود را ترک نکنید. امروز در تاجیکستان میخواهند آتشکده انا همون مجوس را که 1000 سال پیش 1100 سال پیش در ایران خاموش شده بود، امروز میخواهند در تاجیکستان این را بار دیگر آتش بلند کنند. ما باید از این چیزها باخبر باشیم. اینها به خودشان شبهات، اینها به خودشان کاربار دیگر دارند. از جانب دیگر یک مذهبی ساخته شیطان، حزبی ها از جانب دیگر آمدند یک دین دیگر را، دین جدید را داشتند، از نام اسلام یک دین جدید را، اسلام را به خودشان نقاب کشیدند، مسکه کشیدند، دین جدیدی را والعیاذ بالله ساختند. در دین اینها حکم کردن به حکم الله و رسول این متشددی است، این خوارجی است. در دین اینها مراجعت کردن به محکمه الله و رسول این خوارجی و کافری است. در دین الله، در دین این خوبسای حزبی ها وقتی که میگوید که حلال و حرام این فقط صاحبش الله است، فقط به حرام و حلال کرده الله ما باید اطاعت کنیم، اینها شما را متشدد، خائن، اینها شما را حتی کافر میگویند. انا باز خودشون را مسلمان میگن. دین اینها اصلا دیگر دین است، اینها دینشون دیگر دین است. دین اینها دین عصر 21، نام دینشون را اگر گذارن میشد دین عصر 21. اینها همین را دارن، میگن که امسال امروزها قرن 21 است، عصر 21 است، عصر ترقیات و تکنولوژی است. در این عصر قرآن، سنت، حلال، حرام، حکم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن این احمقی است. میگن انا کفر، انا شرک، انا کافران و مشرکان. با زنش حجاب میبندد، مردش ریش میگذارد و نماز میخواند و باز قرآن میخواند، اما دینش دیگر دین است، اعتقاد دیگر اعتقاد است. وقتی که اعتقاد دیگر اعتقاد است پس دین دیگر دین است. چگونه که دین رافضی یک دیگر دین است، دین اشعری ماتریدی دیگر دین است، دین صوفی قبوری دیگر دین است، دین مجوسی دیگر دین است، دین حزبیان دیگر دین است. این دین این همون دین نیست که الله سبحانه و تعالی به وحیش فرستاده است، دیگر دین است. از جانب دیگر طاغوت ها در این منطقه میلیون های خود را صرف میکنند، میلیارد های خود را صرف میکنند تا که عقیده های باطل را منتشر کنند، تا که یهودیت، نصرانیت، مجوسیت، ملحدیت و تمام حزبگرایی، تفریقه، افکار ملحدی، کلامی، فلسفی را در بین این مردم فارس منتشر کنند تا که مردم گمراه شوند و این طاغوت ها عمر حکومتشان دراز بشود، تا که مردم گمراه بشوند و عقیده حق، عقیده ناب، همون عقیده که الله رب العالمین از بالای عرش فرستاده است و رسول الله به صحابگان تعلیم دادند، این عقیده در بین مردم نابود شود. برای چی؟ برای اینکه یگانه عقیده کی، یگانه منهجی کی، یگانه دینی که سبب تغییرات بشریت می شود، این همان دین است که الله فرستاده است، این همان عقیده است که الله فرستاده است، الله گفته است، بیان کرده است. این همون عقیده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابگان تعلیم دادند و صحابگان این عقیده را تعلیم گرفتند و بشریت را برای نور، خیر راهنمود کردند. یگانه راهی که، یگانه منهجی که به همون راه و منهج مردم هر قوم و زمان و منطقه به عزت و سربلندی میرسند، این همان قرآن و سنت و فهم سلف این امت است. از همین جهت این طاغوت ها فهمید، یهود نصارا فهمید، یهود و نصارا فهمید که یگانه بزرگترین چیزی این امت اسلام عقیده است، این قرآن است، این سنت است، این فهم سلف این امت است. مجوس فهمید، یهود فهمید، نصارا فهمید،
ملحد فهمید، طاغوت‌ها فهمیدند که بزرگترین چیز این امت قرآن و سنت فهم سلف این امت است. اگر قرآن را، سنت را، فهم سلف این امت را در بین این امت تغییر بدهند یا که در بین این امت نابود کنند و این امت را از قرآن و سنت و فهم سلف این امت دور کنند، این امت خار می شود، غلام می شود، در زیر کنترل دیگر دیکتاتورها و ظالم‌ها و طاغوت‌ها و مشرکین باقی میماند. حرف خودش را ندارد، عزت سربلندی خودش را ندارد. از این جهت به هزار راه و وسیله و واسطه پیش راه حق را میگیرند، شما را از حق دور میکنند. با ساختن فیلم ها، با ساختن بازی ها، با مشغول کردن سرگرمی ها و با دیگر از عقیده های نو به نو ساخته ها، با محکم کردن و کشتن علما، با ترسانیدن اهل توحید، همه این مبارزه، همه این بالعموم مبارزه حق و باطل است. همه این بالعموم مبارزه بردن به حق، پیشگیری کردن رو به روی حق و جنگ بزرگ با حق است. اینها میخوان که حق نابود شد. اما الحمدلله رب العالمین که در بین امت حق تا روز قیامت ظاهر است و در بین این امت طائفه حق منصوره، فرقه ناجیه وجود دارد که این همون کسانی هستند که حق را میگویند، ظاهرین علی الحق، حق ظاهر میکنند، حق ظاهر میکنند. امام البخاری روایت میکنند و از دیگر سلف روایت های زیاد هم است که این اهل علم هستند، اهل علم، امامان اهل سنت و الجماعت که مذهبی غریب شده، مذهب و منهج غریب شده، هدی و منهج غریب شده، سنتی ترک شده را دوباره زنده میکنند. و این فرقه ناجیه شما اهل سنت و الجماعت هستید که باید بارک الله فیکم شب و روز برای آموختن علم و برای حفظ کردن احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مشغول باشید. از همین جهت است که ما به این دعوت به جدیت نظر میکنیم. از همین جهت است که ما به این دعوت خیلی هم به جدی معامله میکنیم. جدی به زبان روسی بسیار تاجیکا میفهمند. افسوس که این یعنی به زبان روسی میشد، به زبان تاجیکی جدی است اما به زبان روسی سریوز نه. سریوز یعنی ما به جدی ما به این دعوت نظر میکنیم. این دعوت یگانه راهی هست برای رفتن و رسیدن به رضایت الله سبحانه و تعالی. این دعوت یگانه راهی هست به سوی جنت. این دعوت یگانه راهی هست برای رسیدن به عزتمندی، سربلندی، آزادی از این کفر و شرک و ضلالت. این دعوت اولین و آخرین راه به سوی نجات است که این دعوت به سوی لا اله الا الله است. برای همین به این دعوت باید جدی ما باید معامله کنیم. جدی یعنی هر یک سخنی میگوییم باید در اساس مسئولیت پذیری باشد. هر یک سخنی میگوییم باید در اساس قرآن، سنت و فهم سلف این امت باشد. نباید در اساس جاهلیت، نباید در اساس منهج‌های باطل، نباید در اساس هواپرستی باشد. این دعوت جوانمردی را میخواهد. ما پیش از سخن کردن باید فکر بکنیم، اما بعد از اینکه سخن کردیم مردم را فریب ندهیم. گفتم نگفتم، تو مرا دروغ میگویی، طعنه میکنی، راست بود دروغ بود. نه، چیزی که گفتی بگو گفتم و دلیلت را بیار. چیزی که نگفتی بگو نگفتم و طلب بکن که صدایت را بیارند. از همین جهت که این دعوت خیلی جدی هست و مسئولیت پذیر است،
حالت می شود که ما باید یک قسط از راحت را بگیریم. زیرا که طالب علم وقتی که زیاد خسته شد از زبانش بعضی از سخنهای می براید که در قلبش نبود، در قلبش دیگر سخن را میخواست بگوید، از زبانش دیگر سخن میبرد. آخر الوقت از سبب اینکه ما بدون توقف دعوتمون را هر ماه و هر سال هر روزه حرکت کردیم که زیاد صحبت کنیم و زیاد ادامه بدهیم، خطاهای ما زیاد برآمد و لغزش ها زیادتر شد و سبقت اللسان هم چگونه کرده که شما مشاهده کردید و به وجود آمد. سبب این است که خستگی عاقبتش همین است. از همین جهت بعضی از قسم از برادران و خواهران و ما خواهش کردند که سخت یعنی به خستگی هم خودمان را گرفتار کرده و بعد از این سخنهای از سبب خستگی از ما بیرون براید که باعث فتنه شد، این درست نیست. باید کمی راحت بکنیم و بالاخره بعد از این جدی باز دعوت خود را ادامه بدیم. اما درس های هر هفتگینه که این روز شنبه و یک شنبه است، البته که ما هر روز یعنی هر هفته از الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم و تمنا داریم که الله ما را به این روز توفیق بدهد و برساند. این بود سبب بعضی از بارک الله فیکم توقف کردنیم. ما توقف نکردیم، در حالت نوشتن و قرائت هستیم، لیکن ان شاء الله دعوت هم همون روزی که گفتیم که وقتش آمد حتما باز ادامه میدیم. بارک الله فیکم.